چطوری از چت جی پی تی استفاده کنیم؟ مدرسه هوش مصنوعی روز دوم. هوش مصنوعی بالاخره یه روز به دردت میخوره. پس منو سابسکرایب کن. به جای اینکه از اینجا سوالاتو از چت جی پی تی بپرسی و اونم بهت جوابای سطحی بده، برو از این قسمت اکسپلور جی پی تی اس رو بزن. برای نوشتن مقاله از اینجا سوالاتو بپرس. برای سوالای دانشگاهی این یکی خوبه. این یکی پی دی افاتو تحلیل میکنه. این یکی بهت برنامه ورزشی میده و میتونی سوالای ورزشی تو ازش بپرسی. این یکی برات عکس میسازه و این یکی عکس‌ها با جزئیات خیلی بالا رو بهت تحویل میده. برای امتحان آیلتس هم سوالاتو از این یکی بپرس. با این یکی هم که میتونی زبان انگلیسی رو یاد بگیری و حسابی تمرین کنی. این یکی برات حکم یک روانشناس و تراپیستو داره. این برات لوگو میسازه. اینم برات گیفت میسازه. سوالای مربوط به کد نویسی و برنامه نویسی هم این دوتا بهت جواب میدن. در رابطه با HTML و CSS هم از اینجا سوالاتو بپرس. با این یکی هم میتونی وبسایت بسازی.